أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. نمازوران محترم، برادران اهل اسلام، از خداوند عزوجل دعا میکنیم که در هر قدمی که به سوی خانه‌اش آمده اید و برای نماز خفتن و تراویح، یعنی این قدر تلاش ها و زحمت ها کشیده اید، خداوند در نامه اعمالتون اون ثواب و اجر و پاداش را نوشته بگرداند. زیرا رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میگویند که کسی که طهارت کامل میکند، یعنی وضو میگیرد، طهارت کامل میکند و با سبب طهارت کامل گناهانش بخشیده میشود و به سوی قبله دعا میکند، یعنی به سبب باز هم دعا کردنش خداوند درهای بهشت برای اون چی باز میگرداند. خب این نعمت بزرگی هست که برای مسلمان، برای کسی که ایمان دارد، برای کسی که اخلاصی بر خدا دارد. حالا که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میفرماید عجبا لامر المؤمن ان امره كله خیر. پیغمبر میگوید که همه کار مسلمان خیر و برکت هست. پیغمبر خود میگوید که من در عجب هستم که هر کاری را که مسلمان میکند خیر و پاداش میبیند. بالاش اگر یگان چیزی مشکلی بیاید صبر میکند، خب بر هر نعمت شکر میکند. حالا که نگاه کنید که طهارت میکنیم سبب گناهان بخشیده است، به سوی مسجد میاییم ثواب مسجد را میگیریم. خب در نماز تراویح می ایستیم و یعنی ساعت ها عبادت میکنیم و ختم کلام را یعنی ختم قرآن میکنیم. این همه ثواب بیشتر و بیشتر را در ماه مبارک رمضان اون نفری که این کارها را انجام میدهد در نامه اعمال خودش ثبت میگرداند. حالا رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میفرماید من کان یؤمن بالله والیوم الاخر فلیقل خیرا او لیصمت. این حدیث را ما باید حتی در وقت روزه‌داریمان هم این را عملی کنیم. پیغمبر چی میگوید؟ کسی که ایمانی بر الله و بر روز قیامت دارد، اگر سخنی خوب گفته نمیتواند، خاموش ایستادن او برایش خیر هست. حالا هست انسان‌هایی که یعنی فکر نمیکنند، اندیشه نمیکنند که چی سخن میگوید، دوستی خود را دشمن میگرداند از همون سخن‌هایی چی ناراحت کننده است. پیغمبر میگوید که دوستت را دشمن نکن. اگر چی سخنی خوب نمیگویی، چی خاموش ایستادن تو برایت بهتر و افضلتر است. حالا که روزدار باید دشنام ندهد، حالا از طرف دیگر به طرف روزدار دشنام می شود، باید انسان روزدار چی گوید؟ من هوس تو را جواب گفتن به دشنام ندارم و من روزدار هستم. این را پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم ما را تعلیم داده است. باید روزدار خودش را عصبی نکنه، غضبی هم نکنه. هر کسی نوع چیزی که تو را دشنام میدهد، تو را عصبی میکند، غضبی میکند، در برابرش صبر کن. اون خدای هست که انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب. اونهایی که صبر میکنند اجری به حساب برای اونها داده میشد. خب نگاه کنید که یک دانه خرما برابر به 70 دانه خرما در رمضان هست، یا یک حرف از قرآن 10 ثواب هست. خب هر یک کار به خودش عدد معینی ثوابی دارد، اما انسانی با صبر در حالت صبر اجرش به حساب هست. یگانه اجری که حساب ندارد این صبر است. ان الله مع الصابرین. خداوند با همراه صبر کننده ها هست. الله یحب الصابرین. پروردگار رب العزت انسان های با طاقت را، با صبر را دوست می‌دارد. ماه رمضان ماه صبر است. برای همین برادران اهل اسلام، پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم میگوید که کسی ایمانی بر روز قیامت و ایمانی بر پروردگار عزوجل دارد، اگر سخنی خوب گفته نمیتواند، خاموش ایستادن او برایش بهتر است.
و من کان یؤمن بالله والیوم الاخر فلیکرم ضیفه. و کسی که ایمانی بر خدا و بر روز قیامت دارد یعنی مهمان نواز باشد، مهمانش را اکرام کند، مهمان را ضیافت کند. خب امروز مثلا اگر در خانه ما و شما مهمان میاد افطاری میدهیم، چقدر ثواب روزدار را ما به دست میاریم. دعا میکنیم که پروردگار عزوجل این همه عبادت ها را از ما و شما قبول بگرداند، گذشتگان رحمت و مغفرت شایسته جنت بگرداند برحمتک یا ارحم.